توی خونه، داخل خونه یا درون خونه. این عبارت‌ها که توشون کلماتی مثل تو، داخل، درون هستش رو در زبان گیلکی میتونیم با من، دل یا درون بیان کنیم. این ویدیو رو تا آخر تماشا کنید. اولین کلمه‌ای که توی این ویدیو میخوایم آموزشش بدیم من هستش یا شکل‌های دیگرش در گیلکی میان، میان، میان. برای مثال خانه من یعنی توی خونه. خانه من، من، خانه من. خانه من نست، توی خونه وای نستا. خانه من توی خونه، نست، وای نستا. همونطور که میبینید من بعد از خونه اومده. در گیلکی همیشه حرف اضافه بعد از کلمه میاد. برای مثال باغ من یعنی توی باغ. باغ من. علی باغ من کار دو با. علی باغ من کار دو با. علی توی باغ داشت کار میکرد. باغ من توی باغ. کار دو با داشت کار میکرد. برای مفهوم تو یا داخل در گیلکی 3 معادل داریم. اولیش من بود. دومین معادل درون هستش. درون. برای مثال سیدی درون میشه توی سیدی. سیدی درون. از سیدی درون فیلم داره. از سیدی درون. توی این سیدی فیلم داره. فیلم هست. سومین معادل دل هستش. دل. برای مثال رادل یعنی توی راه. رادل. مو رادلیسم. من توی راهم. رادل. توی راه. رادلیسم. توی راهم. یا خانه دلیسم. خانه دل. توی خونه. خانه دلیسم. توی خونه هستم. هر 3 واژه من، درون و دل کاربرداشون یکیه و میشه تو همه شرایط ازشون استفاده کرد. این بود ویدیوی آموزشی امروز. با لایک کردن، دیدن ویدیوها و عضو شدن تو کانال به ما برای ادامه کار انرژی بدید. تا یه ویدیوی آموزشی دیگه، فعلا خداحافظ.